رئیست وزارت کارهای داخلی ولایت مختار کوهستان بدخشان روز 27 مای سال 2022 در صفحه‌اش در فیسبوک با نشر یک گزارش ویدیویی مفصل 7 دقیقگی خبر داد که دو تن از یاران نزدیک محمد باقرov از جمله جیان او در پی کشته شدن این لیدر غیر رسمی ولایت به طور اختیاری به مقامات حاضر شده. رئیست وزارت کارهای داخلی گفت ساکنان محله خوروغ بالا اقنظر علی نظرویچ سال تولدش 1992 از ماه ینور سال 2022 و شعبانوف جمشید شاکرجانویچ سال تولدش 1984 از ماه مای سال 2021 برای جنایت‌های چون حمله به کارمندان مقامات، افباشی و ممانعت به عدالت سعودی تحت جستجو قرار داشته ولی در پشت باقر پنهان شده از حاضر شدن به مقامات سرکشی میکردند. ملیسای بدخشان گفت که این دو نفر در نتیجه بردن کارهای فرماندهی خود را به مقامات سپردند. در گزارش آنها از کرده خود اظهار پشیمانی کرده بیان دادند که باقر آنها را به صادر کردن این جنایت‌ها وادار میکرد. در چه شرایط به دست آمدن این اعترافات از زبان شعبانوف و اقنظروف روشن نیست، ولی در ویدیو نشر شده در چهره اقنظروف نشانه‌های لطوکوب دیده می شود و هم معلوم می شود که هر دو اعتراف خود را از روی کاغذ خوانده ایستادند و از بس که متن برای آنها به زبان ادبی نوشته شده بود، اقنظروف و شعبانوف بسیاری از جمله‌های برایشان نوشته شده را به مشکلی قرائت می‌کردند. به خصوص اقنظروف سخت معلوم می‌شد که چگونه به متن در اکران نوشته شده نگاه می‌کند. اما در ملیسای ولایت مختار کوهستان بدخشان گفتند که اقنظروف و شعبانوف بدون یگان نوع بدرفتاری و زورآوری و مجبورکنی اعتراف گناه کردند. درباره چگونه دستگیر شدن اقنظروف و شعبانوف نیز معلومات داده نشده است، ولی قبلا خبرها آمده بودند که روز 25 مای کارمندان مقامات وارد محله برخوروغ شده سپردن یاران باقر از جمله نفر با نسب ناصر علیف را طلب کردند. ساکنان آن وقت خبر دادند که نمایندگان مقامات هشدار دادند که اگر یاران باقر خود را نسپارند در محله برخوروغ گفتگو به خانه به خانه راه اندازی خواهد شد. باقر که او را مقامات تشکیل کننده و رهبر اساسی اعتراضهای اخیر در خوروغ و روشان مینامند، نیمه دوم روز 22 مای به طور مرموز در محله برخوروغ کشته شد. در جریان سرکوب اعتراضهای اخیر در ولایت مختار کوهستان بدخشان به حساب سازمان ملل بیش از 40 نفر کشته شدند. حامیان حقوق مقامات تاجیکستان را به استفاده بیش از حد نیرو به ضد اعتراضگران ایدار میکنند. ساکنان ناحیه روشن میگویند نیروهای قدرتی بالای ازدحام بی سلاح آتش کشیدند.